تعریف دقیق هوش چیست؟ آیا به معنای حل مسائل پیچیده است؟ زیرا اگر چنین معیاری داشته باشیم، کلاغ‌ها هم اکنون در این زمینه پیشتازند. شاید بتوان گفت استفاده از ابزار، اما ابزارها تنها در انحصار ما انسانها نیستند. نه میمونها و نه حتی پرندگان در این زمینه منحصر به فرد نیستند. حتی 8 پا با یک مغز مرکزی و شبکه‌های عصبی دیگر که در بازوانش جریان دارد، می‌تواند شیشه‌ها را باز کند، معماها را حل کند و از تله‌ها بگریزد. پس آیا زبان معیار تمایز است؟ بیشک این تاج افتخار انسان هاست، اما چنین نیست. زنبورها می توانند موقعیت دقیق یک گل را از طریق یک رقص به یکدیگر منتقل کنند. میمونهای بزرگ نه تنها زبان اشاره را می آموزند، بلکه آن را به دیگران نیز آموزش می دهند. برخی جانوران محاسباتی انجام می دهند که با توانایی‌های کودکان خردسال برابری می کند. پس دیگر چه ویژگی‌هایی باقی می ماند؟ خودآگاهی، همدلی، حافظه بلند مدت، بازی کردن، خندیدن. همه اینها بارها و بارها در گونه‌های مختلفی که روزگاری آنها را ساده می‌نامیدیم مشاهده شده است. پس واقعاً چه ویژگی‌هایی ما را خاص می‌کند؟ لطفاً هوش را به عنوان پاسخ مطرح نکنید. ما همین حالا نیز هوش را در جای جای جهان طبیعت مشاهده می‌کنیم. پس به من بگویید آن ویژگی منحصر به فرد چیست؟ لطفاً در بخش نظرات پاسخ دهید. می‌دانم که برخی از شما پاسخی برای این پرسش دارید. برای دریافت مطالب بیشتر و شگفت‌انگیز ما را دنبال کنید. اگنوستیک پرژین